این همچنان معنا دارد. السلام علیکم داملای عزیز، میگویند که اگر شارتیک از زانو پایان باشد نماز خواندن ممکن است. اینا با ما پورا میفهموندین. یعنی سطر مرد از زیر ناف تا زیر زانو هست. اگر از این موضع زیر ناف تا زیر زانوی مرد، خواه پدرش، خواه مادرش، خواه رفیقش، خواه همسایش، خواه همسینفش کسی نباشد، اگر بیند، در این صورت همین انسان هر دو گناهکار می شود. با جز زن از زیر ناف تا زیر زانوی مرد هیچ کس حق ندارد که نظر کند. از این خاطر این موضع سطر هست. لکن اگر ما و شما یگان نمودی بروک داریم که از زانو پایان میپشاند، جایز است نماز خواندن. اگر از زانو پایان بپشاند جایز است، یعنی ترک فرض نمی شود. حتی که پیغمبر خدا چی میگه؟ میگوید که اسبال الازار من المخیله ولا يحبه الله. حتی کشال کردن ایزاره که ما و شما از ساق بگیم کشالش میکنیم پایانتر، این خدا دوست نمیدارد. این ساقهایی که ما و شما میگیم انم قدر اگر برداشته بگردیم، این خداوند دوست میدارد. ولی ما و شما بیرون اکنه برآمدیم نگاه نکردیم. از این خاطر برای ما و شما الحال اگر یگان برادر یک بروک بپوشد که همین ساقهاش میتابد، ما و شما میگیم این دیوانه است. لیکن در اصل این پیروی سنت است. کسی میکند میلش در کوچه ها، الحال مثال ما و شما در اگرچه یعنی سختگیری نمیکنیم در این مسئله، لکن در نماز اگر پاچه را ما و شما بلند کنیم به خاطر آنی که سنت پیغمبر به جا بیاید، این بهتر و خوبتر است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، التماس که از وفات خوجه خیزر کم ترک بر ما نقل میکردی. اینا موضوعی هستن که وقتی رسن انشاءالله درباره خوجه خیزرم یعنی وفاتش گپ میزنیم. با اکثر عقیده مفسرای قرآن خوجه خیزر از دنیا گذشتگی هست. حدیث پیغمبر خدا دلیل می شود اگر خوجه خیزر زنده می شد هر آینه رسول اکرم زیارت میکرد. لیکن مادام رسول الله گفتن که بر من زیارت نکرده است، از اینجا معلوم می شود که همین خیزرم از دنیا گذشت. خیزر در اصل وجود داشت. این قصهش در قرآن میگذرد با همراه حضرت موسی اون سه مسئله را که حل کرده بودند. ای خدا خواسته باشد ان شاء الله جوابش میگیم بعد. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش میکنم که همین سوال را پورا بر ما فهمونید. شخصی که بنیه کند و آمده نمازش را خواند، نمازش قبول است یا نه؟ یعنی یک آدم آبازی میکنه در حمام یا در خانه، ما و شما آبازی میکنیم و یعنی در دوامش طهارت نمیکنیم، همون خودش طهارت است. همون وقتی ما و شما آبازی که کردیم، مقصد طهارت هم چی است؟ پاک کردن است. در حالت با غسل این با بهترین وجه طاهر می شود. از این خاطر میتونیم با یک آوازی ما و شما آمده چکار کنیم؟ نماز مونم خواندن بگیریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این موعظه های کرده شده را در نامه اعمال همه ما و شما خداوند کتابت بفرماید و خدای مهربان ما و شما را بنده اساسی بسازد و امت اساسی پیغمبر خدا بسازد. هر مراد و مطلوب و مقصودهای نیکی که در دل شماست خدایا با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. برادرهای در اینجا مخلص از ما امید دعا کردن، از آن جمله برادر عمرم، مقصومی عمر علی، بچه رحمتی بابای ضیاءالدینم، خدا کشایش کارش نصیب کند. جمعی مشکلات هایی که دارد خدا مشکلات هاش از بالای سرش برداشته بگرداند. و تمام برادرانی که خدمتگار این مسجد هستند و خدمتگار اسلام هستند خدای عمر دراز و تنی صحت همگیش نصیب و روزی بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین. خیر احسان هایی که شده است خدای دستگیر قیامت و یک فضل و شرف دنیوی این برادرها بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین